سرده. ولی این دورش باریک میشه. این لوله رو بگی. الان شاید متوجه نشید چیه خب؟ یعنی متوجه نشید که تحت چیه ولی بعدا مشخص میشه. ولی هم من هم موبینا عاشق این درخت انجیلی هست. حالا هم انجیلی بهش میگن هم درخت آهنی بهش میگن. یه فرم خاصی داره، یعنی هم استقامتش هم اصلا این فرم تنیدگی که هم داره. یعنی که بیشی موبینا صحبت میکنی جفتمون مثلا نظر میگوشتم مصداق قشنگ یک اجتماع در هم تنیده است و منسجم. اون کارا رو این کاری که موبینا داره تعریف کرده بر اساس همین درخت انجیلی داره و قرار بود تو کارگاه کار بکنیم. حالا واقعیتش اینه که واقعا خوشحالم جایی دارم کار میکنم که خود درخته هست. مثلا این خیلی برام خودم جذابه که غیر اینکه خود درخته هست دقیقا میزنم خود یه درخت هست. بخوریم بعد همونو باید بیه سرده. طرحه که مال اینه تکیه هم که به این درخته دادیم بزنیم یه ذره نقله قربونیه این شه بریزیم کنیم. حالا امیدوارم فردا یه نفر نبینه بگه آقا این نقله برای درخت ضرر داشته اشتباه کردیم، ولی بعید میدونم. او مگه مثلا یک کیلو نقله میخوایم بزنیم ضرر که نداره. ضرر که نداره. ولی واقعا عجیبه و واقعا جای جذابی ما نشستیم. یعنی الان نگاه کنی اون درخت تنومندی که افتاده اون زیریه نه اون رویه که افتاده نقطه اتکاش دقیقا بیا نگاه کنی نقطه اتکاش شاخه انجیلیه که اومده پایین افتاده رو این جوش خورده به این و اینو نگه داشته. سمت ماشین با شبنم قطر درخت رو به شبنم نشون دادم. یه لحظه موند و گفتم یه زمانی خب همه این درخت ها این قطری بوده ولی الان تو لابلای این درخت ها باید بری مثلا کلی بگردی تا یه درختی که دورش مثلا یه دفعه بشه 4.5 متر. بکش شبنم سمت خودت قشنگ ببینمش رو به رو تو. همینجا خوبه ها؟ درسته؟ آره؟ نگاه کن اینجوریه صافه وایساده خوب وایساده. آره؟ ببین خودت بگاه اوف 8 نفر تو این میخوابم. 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 8 ن
میشه ولی این دورش باریک میشه. باید بریم بالاتر. ببین الان این خط رو باید ادامه بدیم بریم اینجا که من توی اونو دوباره بکشم. شما الان خطتو ادامه بده دیگه. شما الان ببین من بیرونم اینه. یه اینو آروم صفر کن. این آروم صفر کن شد. آها حالا لوله رو بگی یه جوری که چادر کمتر از حالتی پاره کنه. ببخشید اوه نه چرا فقط یه دونه حالا چی؟ آجی خیلی خوبه عالی. بینش نمیاد مومی، روش میاد، روی این میاد. روی اون میاد تازه؟ آره عزیزم یه سایه نگاه کن اینه. آره بابا بریم یه چند تا گاو بخریم. خب بعد تو گاوا رو بیاری جنگل. خب تا اینجاش پیش رفت. خب به خاطر اینکه اون برنامه یه جور شب بمونیم، اگه این شب بمونیم ادامهش فردا انجام بعدم سرسب فردا بقیهش سرسب فکر کنم ببینم چیکار کنم، چون که دوباره فردا هم کار بکنم احتمال داره که تایمم یه جوری بشه سنگر رو بین بندازم. ولی تجربه توی جنگل کار کردن یه تجربه بود و تجربه شب کار کردن یه تجربه مضاعف بود که واقعا دوست داشتم. الانم دوست دارم ادامه بدم ولی خب بس اصلا خسته هم نیستم، ولی بحث اینه که ببینم کاره خورده با تمرکز بیشتر و اینکه الان امشب یه خورده با همین وقت بیشتری
در کنار هم باشیم. تو نخوابی بابا باید غذا درست کردم. نه آقا زده نه تو جنگل اومدی که نه یخ یخ الان بیا من 2 ساعت آرزوی تو به خنده گفتم مرنجم از خلق و خوی تو یاد روی تو ولی ز من دل چو برکنی حدیث خود برگردانی هر کجا روی وصله تنی ساغر وفا از چه بشکنی گذشتم از او به خیره سری گرفته ره مه دگری کنون چه کنم با خطای دلم گرم برود